مهمان ما. در برنامه مهمان ما روی موضوعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با مهمان برنامه بحث خواهیم کرد. این برنامه را از رادیوی هنزله روی موج 88 FM دنبال کنید. به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و خسته نباشید و روز بخیری خدمت تمام دوستان شنونده. وقتی همه ایتان بخیر باشه. امیدوار هستم که دوستان شنونده هر کجا که هستین یک روز خوبی را آغاز کرده باشین و تا این دم به خوشی و به سلامتی سپری کرده باشین. باز هم خدای بزرگ را من عید قربان صدقه سپاسگزار هستم دوستای عزیز که باز هم ما را توفیق داد تانستیم از طریق ای برنامه یا از طریق ای میزگرد رادیویی در این روز باز هم و در این هفته با شما باشیم و آغازگر برنامه تان میشیم. طبق میزگردهای رادیویی که در هفته گذشته داشتیم و امروز هم با یک سوژه متفاوت که آماده کردیم و سرشان بحث و حرف کلامی داشته باشیم. در قسمت تربیت سالم اطفال از دیدگاه مهمانان است که با شما می داشته باشیم، با شما در این راستا حرف و سخن و کلامی می داشته باشیم که تقدیمتان میکنیم. مهمانان بحث میزگرد ما در این هفته جناب مولای سید عبداللطیف صدقی هستند، عالم دین، اسراق دین. حرف و کلامایی می داشته باشند در قسمت تربیت سالم اطفال در جامعه یا در اجتماع یا در خانواده. و همچنان جناب استاد و مشفق نصرت هستند، یک تن از بزرگوارایی هستند که امروز در بادغیس در قسمت تربیت سالم اطفال، جوانان، نوجوانان گام مثبتی را برداشتن و رئیس اندیشکده علمی افغانستان هم در بادغیس هستند که در بخش‌های مختلفی آموزشی برای جوانان، کودکان و اطفال نازنین اینا نقش می داشته باشند. سراغ مهمانای گرامی میریم. در نخست از جناب مولای صاحب گرامی میخوایم که یک معرفی مفصل از خود داشته باشند، بعد سراغ حرف و کلام ها و صحبت ها و پرسش هایی که مربوط ایشان میشه می داشته باشیم از ایشان. جناب مولای صاحب گرامی خیلی خیلی خوش آمدین به برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة والسلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. من خدمت شما و پرسنل محترم رادیو هنزله و تمام شنونده‌های عزیز و محترم ولایت بادغیس عرض ادب و سلام و احترام دارم. امیدوارم که با سلامت و عافیت و سعادت زندگی خود را به پیش ببرند. بنده یکی از علمای دین و شاگردان شریعت از ولایت بادغیس عبداللطیف صدقی تخلص میکنم. ممنون و سلامت باشین. سپاس میکنیم از شما. خب چه خوب است که از جناب نصرت صاحب گرامی هم یک معرفی کوتاه داشته باشیم. بعد سوال و پرسانی که مربوط ایشان میشه در سطح اجتماع از دیدگاه اینها که در اجتماع زیادتر هستند و سر کارشان وظیفه و کارکردشان در اجتماع بین جوانان و نوجوانان هست. در بادغیس حرف و کلام و صحبتایی که مربوط ایشان میشه از ایشان پرسان میسازیم. بسیار بسیار خوش آمدین نصرت صاحب گرامی. تشکر که امروز وقت گذاشتین و باز هم در این میزگرد رادیویی ما اشتراک کردین. عرض سلام و روز بخیری محضر شما و همه فرهیختگان و شنونده های نهایت عزیز گرامی شما. روز بر همه بخیر باشه. من شفیق نصرت هستم، مدیر مسئول اندیشکده علمی افغانستان. در خدمت شما هستیم. بازم سپاس میکنم از شما مهمانای عزیز در بحث و یا در میزگرد رادیویی یا این هفته ما و از تمام دوستان شنونده که اکنون صدای ما را میشنوند. شنونده ما هستند از شبکه رادیوی هنزله. این میزگرد رادیو رو تا آخرت شما شنونده باشین و مهمانای ما صحبت‌های بسیار خوبی می داشته باشه در قسمت تربیت سالم اطفال که شما هم میتونین که از صحبت‌هایشان مستفید شوین. خب سراغ بحث و سوال‌هایی که ما در این برنامه می داشته باشیم میریم دوستان عزیز. در نخست اگر از جناب مولوی صاحب گرامی اشما پرسان داشته باشیم در قسمت تربیت اطفال. اگر بگین تربیت اطفال از دیدگاه اسلام چگونه هست؟ اسلام چی تاکیدات در این قسمت می داشته باشه؟ در نخست برنامه صحبت‌هایتان ما داشته باشیم خرسند میشیم. تربیت اطفال
یعنی بار آوردن طفل و تربیه طفل و تعلیم دادن طفل به اخلاقیات و ارزش‌های اسلامی و با آداب و رسومی پسندیده و احترام بزرگان و تعلیم دین و امورات دین با جا آوردن، از منهیات ترک کردن، اینها رو میگه تربیه اسلامی اطفال. و همچنان بر ارزش‌های دیگری که اونها را ما آراسته بسازیم، مزین بسازیم و اونها را آشنا بسازیم به خوبی‌ها و همچنان بدی‌ها را با او معرفی کنیم که از بدی‌ها خود را منع کنند و خود را دور بسازند و تا یک فرد سالم، یک جوان مستعد، یک جوان با ادب، با اخلاق و مسلمان متدین در بخوری به جامعه اسلامی بار بیاید، میگه تربیه. حرف سخنایتان عالی بود. ممنون از شما جناب استاد نصرت. اگر از شما در آغاز برنامه بشنویم که از دید شما تربیت سالم یعنی چی؟ ما چه نوع اشخاصی و چه نوع اطفال و نوجوان یا جوانی را میتونیم بگیم که جوان تربیت یافته یا یک جوان با تربیتی است در جامعه؟ اگر این را قسمت از شما بشنویم، صحبت‌هایتان، گفتنی‌هایتان در این بخش با ما شریک بسازین. از دیدگاه من تربیت سالم اطفال یک فرایندی هست که این رسالت و وظیفه عمده و اساسی خانواده ها و والدین اطفال محسوب میشه. کی فرایند باید اطفال از بدوی که زمان تولد میشن آغاز میشه تا زمانی که میره مراحل را که از خانواده و جامعه و مکتب و دانشگاه سپری میکنن مرتبط میشه که ما میتونیم بگیم که واقعیت یک فرزند سالم، یک تربیت سالم را او فردی که در جامعه تقدیم شده دارا بوده و تربیت سالم شده که قطعا وظیفه خانواده ها هست و که باید مد نظر داشته باشن و این رسالت را به نحو احسن ادا بکنن. ممنون و سلامت باشین جناب نصرت صاحب گرامی. تشکر. در آغاز برنامه سر موضوع، سر پرسشی که از شما داشتیم بسیار مثبت و بسیار مفید پاسخ دادید و حرف و کلامی داشتید. باز هم اگر جناب مولوی صاحب محترم سراغ شما بیان و سوالی که میخوایم از شما پرسان بسازیم در قسمت این می باشه که اگر از دیدگاه دین اسلام و از نظر دین اسلام بگیم یا از دیدگاه دین اسلام بگیم، رول یا نقش خانواده را شما بیان داشته باشید که خانواده به خصوص والدین یا اعضای یک خانواده در قسمت تربیت اطفال چی مسئولیت هایی می داشته باشند، چی کارهایی را باید انجام بدن. در این بخش با ما و شنوندای ما گفتنی هایتان شریک بسازید. ما شنونده هستیم. خب همانطوری که عرض شد تربیت خیلی خیلی در مهم است، بالخصوص اطفال و نوجوانان ما باید تربیت سالم بشن و ما وزارت ها به نام وزارت تعلیم و تربیت داریم و عرب ها تربیت و تعلیم میگن، یعنی تربیت را جلو می اندازن. یعنی مهم هم هست، از علم کرده تربیت خیلی مهم است، تربیت سالم خیلی خیلی مهم است و بعد از او علم است. لذا در اینجا کانون های نقش دارند که از جمله خانواده هست. خانواده خیلی نقش مهمی داره و اولین مدرسه‌ای که از او چیزی یاد میگیره و با او تربیه میشه، با اونجا کلان میشه، با اونجا تغذیه میشه، با اونجا چیزی یاد میگیره، یا خدای ناکرده افعال بعد اگر از اون یاد میگیره یا اطفال نیک یاد میگیره، همون خانواده هست. نقش خانواده در تربیت و تربیه سالم اطفال خیلی خیلی مهمه و خیلی رول اساسی و رول بنیادی داره، چون از اونجا شروع میشه تربیه اطفال و از اونجا نقش خانواده باید نقش خود در راستای تربیت سالم اطفال خود فراموش نکنم. الام و مدرستون، بالخصوص مادرها در این راستا نقش بسزایی دارند که باید اطفال خود تربیت سالم کنند، با ارزش‌های اسلامی آشنا بسازند،
با ارزش‌های اجتماعی آشنا بسازند، با ارزش‌های اخلاقی آشنا بسازند و او یک فرد مفیدی، یک فرد مثمری، یک فرد فهیمی، درد بخوری، محبوبی در جامعه بار بیارند. چون فرزندان ما ثمره حیات ما هست. وقتی که ثمره حیات ما ثمر خوب و شیرینی باشه در جامعه واقعا محبوبه و جامعه هم همراه او همکاره و هم همراه جامعه همکاره و فرد مقبولی در جامعه است. و خدای ناکرده اگر ثمره زندگی ما از دست ما رفت، او را ما تربیه نتانستیم یا توجهی به تربیه او زده کردیم، چون مسئولیت یکی تربیت سالم، مسئولیت خانواده های یکی ضرورت اولاد هاست و ضرورت او را ما پوره نکردیم و مسئولیت خودم ادا نکردیم. در این راستا ما پیش خدا و رسول و جامعه ما مسئولیم و باید در این راستا ما جوابدهی باشیم، هم در آخرت جوابدهی باشیم هم در حاضرت. هر کاری بدی که خدای ناکرده ثمره حیات ما که فرزندان ما باشه در حیات خود میکنه، از والدین پرسان میشه. دنیا که از والدین باید در آخرت از والدین پرسان میشه و در ظاهرت هم قانون پرسان میکنه از والدین که چرا یه تربیه سالم نکردی و والدین هم توانش در آخرت میپردازه و هم در ظاهرت میپردازه. لذا باید مسئولیت خود را از روز اول ما بشناسیم و در راستای تعلیم و تربیت سالم اطفال خود کوشا باشیم و این مسئولیت هرگز فراموش نکنیم. اگر فراموش کنیم بلا میافتیم، هم در آخرت و هم در ظاهرت ما مسئولیم و باید جواب بدیم و این مسئولیت خود ادا نکنیم ما مجرمیم و واقعا گناهی که او میکنه ما 100% با گناه او شریک هستیم و اگر ثوابی هم میکنه واسه که ما تربیت کردیم او را به ثوابش ان شاء الله ما شریک هستیم. سپاس پایان میکنیم جناب مولوی صاحب گرامی در قسمت نقش والدین به خصوص پدر و مادر و تمام اعضای فامیل که در قسمت تربیت اطفال نقش دارن، رول دارن، نکات خوبی را تقدیم ما کردی. امیدوار هستم که ما و دوستان اعضای شنونده از گفتای سودمند جناب مولوی صاحب گرامی که از آدرس دین در قسمت تربیت سالم اطفال صحبت می داشته باشن، حرفایشان گوش گرفته و در زندگی خود عملی بسازیم تا که خانواده خوشبخت باشیم، تا که یک اطفالی از خانواده ما در جامعه تقدیم بشه که و جامعه از این اطفال مستفید بشن و خدای نکرده اطفال تقدیم نشود که اطفال ما بار دوش جامعه باشه. ممنون و سلامت باشین جناب نصرت صاحب گرامی. اگر سراغ شما بیم در این قسمت از برنامه از شما بشنویم که اگر شما هم در این راستا صحبت داشته باشین که وظایف یا مسئولیت‌های والدین چی می باشد، دیدگاه شما و گفتنی شما و نظر شما در این قسمت با ما و شنوندگان ما ارزشمند است. میخوایم که شمایی که در سطح اجتماع زیادتر با اطفال نازنین سر کار می داشته باشین در قسمت تعلیم و تعلمشان روی وظایف و مسئولیت‌های والدینشان هم اشاره داشته باشید که برای تربیت اطفالشان چی اقداماتی داشته باشن و چی روش‌هایی را پیش بگیرن تا اینکه اطفالشان در خانه و در اجتماع یک اطفالی با تربیتی باشن. خب پدر و مادر الگوی اصلی و الگوی اساسی هر فرزند در خانواده هست. زمان طفل تولد میشه اولین زمان یا اولین ثانیه هایی را که او چشم باز میکنه فقط مادر میبینه و پدر و همچنین اعضای دیگه خانواده خود و کوچک دیگه هست که بیشتر او با مادر و با نمو پستان مادر او تربیه میشه و شروع میشه آغاز که ما باید قطعاً که مراحل قبل از حتی تولد در هم مد نظر بگیریم که بیشتر بود مسائل صحی است که صحی میشه که زیادتر من نمیپردازم که باید ما یک سری امکانات واکسینا رو مادر بگیره، باید یک سری آمادگی‌ها رو بگیره، غذای سالم رو بخوره، باید توجهی داشته باشه برای صحت خود، برای صحت طفل و این مسائل هست که مربوط به دوره قبل میشه. اما بعد از ولادت زمانی که تولد شد طفل گفتیم که اولین دفعه الگویی را که میبینه مادرش است. این مادر باید یک مادر مهربان، یک مادر با نظافت، یک مادر با یک مادر خوبی
باید باشه که بتونه که اولین دفعه که وظیفه و رسالت شیر دادن است که پستان خود شیر برای اطفال خود میده، باید کوشش بکنه که صحتمندی طفل را توجه داشته باشه و بتونه که حرفایی را که مادر میزنه با او حرفا همه با لطف و عطوفت و مهربانی باشه که او اولین دفعه که او میشنوه. همونطور که ما الحمدلله در جامعه ما و شما که جامعه اسلامی است که روز سوم یا گاهی وقت روز هفتم گوشت طفل ما آذان میدیم، به این خاطر که او برای اولین دفعه صدای آذان رو میشنوه و او اصلا شاید او ما شما فکر بکنیم که او طفل شاید او را نتانه درک بکنه، اما در ذهن او طفل صدای آذان حق میشه که او من حیث امت اسلامی و امت دین مبین اسلام او قبول میکنه که بله پدر و مادر من اسلام هست و زمانی که بزرگ شوه او همو آذان و به اصطلاح همو مسائل اسلامی میار باز بیشتر الگو برداری میکنه که قطعا مادر و پدر یک الگوی اساسی است. اما روش ها خیلی هست. ما میتونیم بیشتر در قانون گرم خانواده از عطوفت، مهربانی، لطف، صمیمیت باید ما کار بگیریم. در خانواده‌ای که دو عطوفت نبود، در خانواده‌ای که دو مهربانی وجود نداشت، در خانواده‌ای که اطفال جایگاهی نداشت یا نظر و دیدگاه اطفال پذیرفته نشد، قطعاً که اطفال سالمی در جامعه تقدیم نمیشه. اگر در او خانواده عوضی و مهربانی باشه، عطوفت باشه، طفل قدر شوه و حرفای خوبی را طفل از پدر و مادر ببینه، الگوهای خوبی را ببینه پدر می نویسه، حتما طفل نویسنده میشه. اگر خدای نکرده پدر و مادر آغشته با مواد مخدر باشه که قطعاً او طفل هم معتاد به جامعه تقدیم میشه. سپاس و تشکر میکنیم. گفتایتان جناب نصر صاحب گرامی در این قسمت از برنامه بسیار مثبت بود و بسیار حرف و کلمات خوبی داشتید. ممنون و سلامت باشین. باز هم امیدوار و عزیز هستم که والدین گرامی حرف و کلماتتان گوش گرفته باشه و کسانی که میخواهند اطفالشان اطفال سالم و اطفال با تربیتی باشند باید مسئولیت‌هایی که اشاره شد به او مسئولیت‌ها پابند باشند و او مسئولیت‌ها را در قبال اولادها و اطفال خود اجرا داشته باشند تا اینکه یک اطفال سالم و با تربیتی ما در خانه و در محیط و در قریه و قصبات و در جامعه خود داشته باشیم. ممنون و سلامت باشین. باز هم سوالی که می داشته باشیم مربوطی مولوی صاحب گرامی میشه. اگر مولوی صاحب گرامی در این قسمت هم با ما و شنوندای ما حرف و سخن داشته باشید که اسلام در قسمت روش تربیت فرزندان در سنین مختلف چی تاکیدهای نموده که اطفال ما از لحظه‌ای که تولد میشه تا حالتی که به جامعه تقدیم میشه سنین مختلف را طی میکنه. اسلام چی تاکیدات می داشته باشه در این سنین، از سنین کودکی تا سنین جوانی و نوجوانی باید چی تربیتی داشته باشن و چی حرف و سخنایی با اینها گفته شود فهمانده شود تا اینکه یک اطفال سالم، یک اطفال باهوش، یک اطفال صحتمند و همچنین یک اطفال با تربیه ما داشته باشیم. میتونن که با ما گفتنیاتون شریک بسازید. خب اولین روش اینه که وقتی که طفل خرد ساله به سنینی که کم کم صحبت یاد میگیره، کم کم راه رفتن یاد میگیره، کم کم سنش بالا میره که اما قانون اصلی و اساسی خانواده هست که بیشتر در رابطه و نقش تربیه سالم خانواده صحبت شد که واقعا مهمه و باید هم خانواده در راستا هرگز تغافلی نکنن. اگر تغافلی کنن اونا پیش خدا و رسول مسئولن، در آخرت و ظاهرت مسئولن و باید که توان پسران خود را بپردازن و اگر تربیه سالم بکنن اونها را برای راست اونها را هدایت و راهنمایی بکنن، اونها انشالله با ثواب اونها تا روز قیامت صدقه جاریه هست و او جاری هست، ثواب اونها به اونها میرسه، 100% میرسه. مثل که به خود فایل ثواب داده میشه با کسی که تربیه میکنه او را، با کسی که سبب راهنمایی ازو شده، سبب تربیه سالم ازو شده و او هم ثواب هنگفت و زیادی به او میرسه و صدقه جاریه میشه. صدقه جاریه یعنی تا روز قیامت کارهای خیر ازو
خیر و برکتی از او به او شخصی تربیت کننده میرسه. و اگر خدا نکرده بد باشه بدی از او بزو میرسه. خب اول که خانواده هست، سنین خردی خانواده باید نقش خود در راستا فراموش نکنه. قانون خانواده قانون بسیار مهم است در تربیت اولاد و از پدر و مادر حتی تاثیرات زیادتری داره و تاکیداتی باید داشته باشه پدر و مادر. بعد از او که سنش بالا رفت، کمی بالا رفت، واجب شرایط مکتب شد، مکتب و مدارس، دارالفضا، مدرسه های دینی، مکاتب رسمی، اینها نقش بسیار به سزای معلمین در راستای تربیت سالم شاگردان خود داره. مدرسین داره، قاری صاحبا داره، معلمین محترم ما داره. در این راستا بعد از مرحله دوم نقش معلم و استاد و مربی که در این راستا باید کوشش داشته باشه که فرد مفیدی از زیر دست بار بیاره که باز هم داخل ثواب میشن اینها و داخل خیر و برکت میشه و سعادت میشه وقتی که یک شاگرد خوبی را تربیت کنن و به جامعه تقدیم کنه. یک خدمت بسیار شایانی هم به مردم هست و هم پیش خداوند ثواب داره و هم رسول خدا خوشنود میشه از او مربی و از او مدرس و از او معلمی که تربیت سالم کنه شاگردان خدا. و در راستا اگر خدای نکرده کدام غفلتی بشه و کدام سستی و حساب کم و کاستی صورت بگیره از طرف مربیان، از طرف معلمان و از طرف مدرسین، باز هم در این راستا تقصیر برمیگرده به طرف از اینا برمیگرده. اگر او شاگردش گناهی بکنه و خطایی بکنه به خطا و گناهش شریک است و اگر ثوابی بکنه به ثوابش شریک است. لذا قانون دوم و قدم دوم که باید مسئولیت شناس باشند و بسیار حساس باشند در راستا تربیت سالم بدن شاگردان خود همین مربیان هستند. در عموم که چه مدرسه چه در مسجد و چه در مکتب و چه جای دیگری که بعد از خانه که بیرون میشه و تحت کنترل و قیمومیت اینها هست. اینا باید تربیت سالمی به شاگردان خود داشته باشند که فردا یک شاگرد خوب که باعث افتخار استادم باشه، معلمم باشه، افتخار جامعه‌ام باشه، افتخار پدر و مادرم باشه، افتخار خودم باشه. با این دو نقش. بعد وقتی که کلان شد در جامعه باز بیعه و جامعه نقش داره که از نظر تربیتی بیعه نقش داره، یعنی جامعه نقش داره. جامعه یک جامعه فاضله تربیت شده باشه حتما فردم از او تاثیرگذار است. و اگر جامعه خدا ناکرده جوانانی بی تربیت داشته باشه، جوانانی دغلباز داشته باشه، جوانانی ولگرد و به حساب بی تربیت داشته باشن، طبعا تاثیرگذار و جوانی که اگر طبیعتا این کارا رو دوستم نداشته باشه طبعا انسان به حساب طبیعتش آسیب پذیره، از او آسیب میگیره، از او پذیرش میگیره و بالاخره جامعه اگر خدای ناکرده جامعه ناسالم ناسالهی باشه در این راستا دیگه او جوانی خوبم کم کم رو به بد رو میاره و تاثیر پذیر میشه از بدا، چون بدا در اونجا زیاده غلبه داره خوبا کمن. باز در این راستا کی نقش داره؟ و همو محاسن سفیدان، متنفذین و قریه، کلانای و قریه، اربابای و قریه، نمانده های و قریه نقش داره. کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیتی. از والدین گرفته، از مربیان گرفته، از محاسن سفیدان گرفته، علما گرفته، همه نقشی به سزای در راستای تربیه اولاد مسلمانان و نوجوانان و اطفال دارن که باید نقشای خود فراموش نکنن و همو پلانهای اسلامی خود را در رابطه و تربیه اطفال مسلمانان دقیق قدم به قدم تعقیب کنن و قدم به قدم در راستای اصلاح جامعه خود کوشش کنن. کسایی که جامعه دارن، کسایی که قریه دارن، کسایی که به حساب سرخیلاین، اینا کوشش کنن تا اینکه جامعهشان جامعه سالم باید بدنام نشه، در بین مردم بدنام نشه، جلوی جوانان بگردند، متوجه اعمال و رفتار و کردار جوانای خود باشند. اینا نماینده های مردمن، کلانای مردمن و اگر خدای ناکرده متخلفی رو میبینم او نصیحت کنن، باز از نصیحت نمیشه او را به چنگال قانون بسپارن تا اینکه جامعه ایشان یک جامعه فاضله و صالح و مسلمانی باشه.
ممنون و سلامت و سپاسگزار هستم از شما جناب مولوی صاحب گرامی. در قسمت خیلی صحبت‌هایتان عالی بود. یادآور میشم که با شما از طریق موج 88 رادیو انزله هستیم و امروز میزاگرد رادیویی ما هست و بحث و سخن ما در قسمت تربیت سالم اطفال از دیدگاه مهمانان گرانقدر است که امروز در میزاگرد رادیویی ما اشتراک کردند. ازشان ممنون هستم، سپاسگزار هستم. جناب مولوی صاحب عبداللطیف صدیقی عالم دین هستند که از سراغ دین اسلام در قسمت تربیت سالم اطفال صحبت‌های داشتند و همچنان می داشته باشند و جناب استاد گرانقدر محمد شفیق نصرت یک تن از جوانان، یک تن از اشخاصی هستند که در قسمت تعلیم و تربیه و سطح بلند بردن سطح دانش اطفال، کودکان، جوانان و نوجوانان در جامعه بادغیس امروز رول خوبی را می داشته باشند و نقش خوبی را می داشته باشند. خب باز هم جناب نصر صاحب گرامی، اگر سراغ شما بیم، سوالی که از شما میخوایم پرسان بسازیم در قسمت این می باشه که چی روش های خوب یا چی راهکارهای خوب میتواند که روی تربیت اطفال نقش داشته باشد. اگر در این راستا یادآور بشین در قسمت راهکار خوب که بتواند در قسمت تربیت اطفال خوب باشد، نقش خوبی را داشته باشد، از روش‌های خوب یادآور شین، ما خوشحال میشیم و شنونده هستیم و حرف و سخنایتان ما میشنویم در قسمت. تشکر از شما. خوب، ما در جامعه فعلی که همه چیز در حال گسترش هست و امروز تکنولوژی پیشرفت کرده و ما حتی روش‌های آموزشی چی در بخش اطفال چی در بخش دانشجویا هر روز آپدیت میشه، هر روز بروز میشه، هر روز تازه میشه. ما میتونیم روش‌های نوین، روش‌های بهترتری که کارا باشه، نتایج مطلوبی رو به دست بیاره، باید ما استفاده بکنیم. کالا گنجایش وقت نیست که حالا ما همه رو نام بگیریم، اما میشه که از چند موارد ما ذکر بکنیم بعضی‌ها که توجه داشته باشن که تا ما بتونیم اطفال سالمی و نازنینای را آینده سازای آینده را خوب تربیت بکنیم و اطفال خوبی باشن و بتونن که ثمره و نتیجه مطلوبی را در جامعه ما شاهد باشیم. سپاس به پایان میکنیم. تشکر از شما باز هم از جناب نصر صاحب گرامی. مولوی صاحب گرامی، اگر در این قسمت هم با ما گفتنی داشته باشید که از دید شما که یک عالم دین هستید، شما که یک طلاب دین بودید و امروز عالم دین شدید، واقعا باعث افتخار سرزمینی ما هستید. اگر دید شما را بشنویم، گفتنی شما، راهنمایی شما در قسمت تربیت اطفال سالم، خب ما یا دوستان عزیزا و هموطنا و شنوندهایی که صدایتان میشنوند باید در قسمت تربیت سالم اطفال خود چی کارهایی را روی دست بگیرن، از چی روش‌های کار بگیرن، عواملی که میتواند از دید شما، از نظر شما برای یک تربیت سالم اطفال خانواده کمک کند چی هست؟ دید شما، گفتنی شما در قسمت با ما شنونده خیلی مفید است و میخوایم که از گفتنی‌ها و از تجارب شما ما استفاده خوبی داشته باشیم. بله، اطفال ما حقوق زیادی بالای ما دارن. حقوق صحی داره، حقوق تعلیمی داره، حقوق حیات داره، حقوق مالی داره، حقوق احترام داره، حقوق اجتماعی داره، حقوق زیادی داره که در اینجا مورد بحث ما همون تعلیم و تربیه سالم است. و حقوق از اولی که بعد تولد، پیش از تولد، پیش از اینکه ما ازدواج کنیم، از اونجا شروع میشه که مادر اینه که باید انتخاب کنه، بعد از اون شروع شده تا آخر وقت، تا آخر عمر، از حقوق زیادی بالای پدر و مادر، بالای جامعه، بالای مردم، بالای معلمین، اطفال و نوجوانان ما دارن. خب هر صورت زیاد حقوق داره اطفال و ما سر ما، و بزرگترین حقی که هست همو
اصلاح عضو است، سوق دادن به طرف اصلاح و خوبی های عضو است که باید ما وقتی که ما اخلاق را خوب کنیم، رفتار را خوب کنیم، کردار را خوب کنیم، حتما خودش هم در راستای اصلاح خود و تعلیم و تربیت خود کشا می باشه و در راستای او قدم برمی‌داره. لذا باید ما در این راستا کوشش کنیم. همه ما کلکم راین، از دولت، از امرا گرفته تا والدین تا اعضای خانواده مکمل در راستای اصلاح جوانان و نوجوانان اینها نقش دارند. و اگر جوانان ما و نوجوانان ما خدای نکنه کار بد میکنه، یک محسن سفید میگه به ما چی؟ او گناهکار است، با گناهی شریک است، در حالی که هیچ گناهی نمیکنه، خودش فیزیکی گناه نداره، خودش عملی گناه نکنه، اما ای که تحتی قیمومیتی هسته و به حساب قومی هسته، ای کلانتری هسته، کلانتری خود اجرا نکرده، کلانتری خود به حساب مسئولیت خود ادا نکرده، ای هم گناهکاره و هم با گناه او شریک است. روز قیامت 100% با گناه او شریک است، به خاطر که ای مسئولیت خود ادا نکرده. و باید مسئولیت خود با ما ادا کنیم. جامعه بی‌تفاوتی در رابطه با جوانان و نوجوانان و اصلاح جوانان و نوجوانان، تربیه سالم آنها ما بی‌تفاوت نباشیم. بی‌تفاوتی خودش گناهی کبیره است. اما اگر امرا در رابطه با مجرمین بی‌تفاوتی میکنه یا در اصلاح جامعه کار نمیکنه، امرا و کلانای ما گناه کبیره را مرتکب میشه. اگر علمای ما کار نمیکنه، اگر مربیان ما کار نمیکنه، معلمان ما کار نمیکنه و والدین ما کار نمیکنه و کلانهای خانواده و کلانهای جامعه و کلانهای دولت ما کار نمیکنه، همه در راستم کلکم مسئول و کلکم مسئول عن رعیت. همه ما زردستان خود مسئول هستیم و باید و اگر کار خوب میکنه با کار خوب ما شریکیم، اگر کاری بدی میکنه با گناهی ما حتما شریک هستیم، اگر در راستای اصلاح ما کوشش نکرده باشیم. سپاس میکنیم، ممنون و سلامت باشین. جناب مولوی صاحب گرامی، دیدتان مثبت بود، گفتنیتان قابل قدر بود و بسیار ارزنده سخن داشتید، گفتنی‌های داشتید. امیدوار هستم که تمام شنونده از این گفتهایتان مستفید شده باشند. بازم جناب نصرت صاحب گرامی، اگر از شما پرسان داشته باشم در این قسمت از برنامه، اگر با ما و شنونده یادآور بشین که آغاز تربیتی خوب و سالمی اطفال را شما کجا میتواند عنوان کرد؟ به عنوان مثال خانه میتواند که بهترین عنوان باشد، مکتب میتواند بهترین عنوان باشد، جامعه یا مدرسه. دید و گفتنی‌های شما در این قسمت میخوایم داشته باشیم و دوستان و شنونده‌های ما هم منتظر صحبت‌هایتان است. در این قسمت از سوالی که داشتیم، صحبت‌هایتان ما شنونده هستیم. خب همینطور که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، اولین شروع زندگی طفل بعد از تولد مکانی هست که آغوش مادر است، که مادر باید خیلی خیلی توجه داشته باشه، با عطوفت، با مهربانی، همونطور که مادرهای ما دارن، اما باز هم باید توجه بیشتر داشته باشه. این نکات باید مد نظر بگیریم. با اون لالایی که مادر میخوانه، با اون میتونیم ما خیلی مفهومای زیادی را کسب بکنیم. اون لالایی مادر میخوانه میتونه که طفل را به سمت سوی خوبی ها و راهنمون بسازه. ما میتونیم تقسیم بندی بکنیم تربیت سالم اطفال در 3 سطح یا در 3 مکانی به خصوصی، که اولین مکانی که گفتیم تولد شد از بطن مادر، مکانی هست که در خانواده تا سنینی که در جامعه ما شما کودکستان ها نیز، اگر در دیگه جوامع تا سن 3 سالگی اونها در قانون گرم خانواده تربیت میشه. حالا او سرخن ها، او حرف و حدیث هایی که داخل خانه میشنوه، او حافظه طفل که هنوز ثبت نشدگی هست، هنوز سفید است به اصطلاح ما شما، او چیزایی را ثبت میکنه، الگوهایی را میگیره که از پدر و مادر و برادر بزرگ و کلان خردریزی که در داخل خانه از او الگو میگیره. پس او اول باید ما خانه را کاملا مکان سالم بسازیم که طفل سالمی را در جامعه تقدیم بکنیم. بعد از این مکان جامعه است که حالا جامعه ما و شما طفل راه روان میشه، به اصطلاح اگر شرایط فراهم بشه کودکستان ها میره. محیط کودکستان باید یک محیط خوبی باشه که طفل معلم خوبی داشته باشه که شیوه های درس دادن، شیوه ها، روش های بازی، روش های قصه خوانی را بر طفل بیاموزن که یک طفل خوبی را ما در جامعه
تقدیم بکنیم. و اگر این نهایت نباشه، سطح جامعه ما و شما، داخل کوچه ما و شما، محله ما و شما، باید او اطفال، طفل ما با اطفالی در تماس باشن که او اطفال دارای اخلاق باشن، دارای ادب باشن، دارای الگوهای خوبی باشن. اگر الگوهای بدی باشن، طفل ما را به طرف سمت سوی بدی ها، سمت سوی انحراف یا حتی که کوچک هم هستن میکشونن. بعدن از طبقه دوم و طبقه سوم طبقه سطح مکتب است که زمان ما طفل ما 7 ساله میشه روان میکنیم مکتب، که یک مکتب باز یک فضای نوعی، یک فضای جدید را برزو هست و که اینجا باید ما بتانیم یک مکتب خوب داشته باشیم، استادای خوبی داشته باشیم، مدیریت خوبی داشته باشیم. مکتب یک فضایی باشه که بتاند طفل ما چیزهای خوبی را بیاموزه، شیوه‌های درسی خوبی را استادای عزیز ما آموزش بدن، با مهربانی و عطوفت را برای دانشجویای ما، برای عزیزای ما، برای طفلای ما بیاموزن. مهربانی را جایگزین خشونت و لطف و تهدید و فشار و یا قرار بدیم، که اینا قطعاً وظیفه معلمین و ادارات و مسئولین بخش معارف است که باید در نظر بگیرن. و بعداً که زمان طفل از مکتب فارغ شود که این سن 18 ساله میشه و دانشگاه، او وقت است که طفل همه چیز آموخته. حالا دیگه زمانی هست که او میره دوره اجرایی و کارهای عملی، و یا که اگر ما تانسته باشیم در 3 جغرافیا، در 3 مکان، به خصوص خانواده و جامعه و مکتب، ما درست تربیت کرده باشیم، پس میتونیم یک طفل رشید، یک طفل سالم، یک جوان خوبی را در جامعه تقدیم بکنیم که بتونه درجات خوبی را کسب بکنه، دکتر شود، انجینیر شود، یک انجینری با اخلاق باشه، انجینری با صادق باشه، یک دکتری با اخلاق و صادق و مهربان و با عطوفت، و حتی یک معلم خوب و یک کارمند خوب و یا یک فرد شخصیت مهربان باشه. و اگر خدای نکرده در این مراحل ما نتونسته باشیم، ما غفلت کرده باشیم، ما ضعفی داشته باشیم، قطعاً که نتونستیم درست طفل خود تربیت بکنیم، پس ما نه تنها که میوه طفل ما نداد، ثمر مطلوب نداد، بلکه ما از او ضرر هم میکنیم، خار میشه برای وجود ما، که ما از او همیشه سرافکنده ایم و باعث بدنامی یا خدای نکرده سرافکندگی خانواده و جامعه و یک منطقه و محل میشه. سپاس و تشکر میکنیم از شما مهمانان عزیز که در بحث ما اشتراک کردین. جناب مولوی سید عبداللطیف صدیقی عالم دین بودند. دوستان شنونده که از آدرس دین اسلام در قسمت تربیت اطفال با ما حرف و سخنهای بسیار مفید داشتند، و همچنان جناب استاد محمد شفیق نصرت، یک تن از جوانها و یک تن از افرادی هستند که در بادغیس در قسمت رشد و در قسمت آگاهی سطح علم و دانش و تربیت اطفال و جوانان و نوجوانان کار و فعالیت می داشته باشند و از صحبت‌هایتان، از گفتنیتان ما مستفید شدیم. ممنون و سلامت باشین. سپاس از شما. خب دوستان عزیزای گرامی و شنوندگان عزیز موج 88 رادیوی انزله، از شما هم سپاسگزار هستم که شمایی که علاقمندی همچون برنامه ها و همچون گفتمان ها هستید، و امروز این برنامه و میزوگرد رادیویی ما تقدیمتان شد موردی پسندتان قرار گرفته باشه و تانسته باشیم که در قسمت سطح آگاهی تان در راستای تربیت سالم اطفال چیزی فهمانده باشیم. و امیدوار وزی هستم که فامیل های گرامی که حرف و کلام های مهمانان ما صحبت هایشان شنیدن، اولا خوب شنیده باشن و بعد به زندگی عملی داشته باشیم. ما که در زندگی عملی نداشته باشیم، شنیدن هیچ تأثیری به ما و در قسمت تربیت اطفال ما نمی داشته باشد. و امیدوار هستم که کسانی که در خانه خود والدین گرامی، پدر و مادرای عزیز که طفل می داشته باشند، اطفالک نازنین می داشته باشند، کوشش بکنن که اول حقشان طبقی که خداوند بالایشان امر کرده که باید حق اطفال خود ادا بسازین، اجرا بسازن. کسانی که میدانن خوب تا خوب و کسانی که در این قسمت آگاهی ندارن همچون برنامه ها را بشنون و اگر دسترسی به همچون شنیدن برنامه ها نمی داشته باشن، میتونن که از علمای دین، از اشخاصی که در قسمت تربیت اطفال آگاهی دارن سوال ها و گفتنی خود پرسان بسازن، تا که اطفالشان فردا روز خدای نکرده بار دوش خانواده ایشان و بار دوش جامعه نشه. داشتای ما همین قدر بود که ما تقدیمتان کردیم.
تا بحث ها و میزوگیردا و گفتنی های دیگری ما که در روزهای آینده، در روزهای نزدیکی پیش رو با شما می داشته باشیم. شما همراهی من کنید و شبکه انزلا را همیشه با خود داشته باشید. موضوعات و سوال ها و برنامه‌های بسیار مفیدی ما تقدیمتان خواهیم کرد. فعلا وقتی همه‌تون خوش باشه و خداوند یار و حافظی همه ما شما باشه. مهمان ما در برنامه مهمان ما روی موضوعات دینی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با مهمان برنامه بحث خواهیم کرد. این برنامه را از رادیوی همزله روی موج 88 FM دنبال کنید.